کل سیستم به هم ریخته. اگه توجه کنید بچه‌ها، تو همه خونه ها همه توی فشارن، توی خانواده‌تون، توی اطرافیان دارید میبینید این جدایی هایی که اتفاق میفته، فشارهای مالی، بیماری هایی که هست، همه اینها داره به ما میگه که اینجا توهم هست. از بچگی به ما گفتن میمیری، سوم میگیریم، هفتم میگیریم، نمیدونم چهلم میگیریم، سالگرد میگیریم، 50 سال 100 سال داییت عمود زمین رو ترک کرده، عکسشو گذاشته اونجا میبینید، ناراحت هم میشیم اینجوری نگاهش میکنیم. خب داریم با این کار چیکار میکنی؟ داری فرکانس ناشکری میفرستی، چله مرده پرستی میگیری. تمام این فشارا به خاطر اینه که از بچگی هیپنوتیزم شدی. آره بایدم هیپنوتیزم شدی، بازی اینجوری بوده. حالا طبق اون طرح الهی، طبق قراردادی که با هم بستیم، گفتیم هر کدوم زودتر بیدار شدیم بیایم به هم یادآوری کنیم، کمک کنیم. این که فکر کنیم میمیری راحت میشی نیست، میری و دوباره برمیگردی، چون مرگی در کار نیست. همین درس ها رو با شدت بیشتر انتخاب میکنی. اگه به خودت نیای فشار باز بیشتر و بیشتر میشه، چون جهان هستی آگاهی رو الان داره بهت میده، میگه به خودت بیا، تغییر کن، از درون تغییر کن، از درون.